سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. فرض کن اومدی این عکس رو دانلود کنی. میای میبینی سایزش کوچیکه، پس کیفیتش پایینه. خب ما چی میخوایم؟ ما کیفیت بالاتری میخوایم. چی کار میکنی؟ میری توی گوگل سرچ میکنی search by image extension، اینو نصبش میکنی روی کرومت، برمیگردی روی همون عکسه، کلیک راست میکنی، این گزینه برات فعال شده، میای میزنی تو سرچ توی گوگل، ببینیم چی برامون پیدا کرد. شما فقط سایز عکس رو نگاه کن، کیفیت رو ببین. اگه به این سبک از ویدیو علاقه داری حتما برام کامنت بذار، لایک و سابسکرایب هم یادت نره. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.